سلام بچه‌ها، خوش اومدیم به کانال ممنتو. ویدیویی که امروز براتون از مستر بیست دوبله کردیم احساس میکنم رویای منه. 3 ماه یکی دیگه خرجتو بده، تو با یک دختر خانوم داخل یه اتاق باشی و بعدش $500,000 به جایزه بدن. بیشتر از این توضیح نمیدم، فقط همتون به جای این پسر حسرت بخورید. حالا ببین، من یه سلول انفرادی خیلی بزرگ ساختم و میخوام ببینم این دوتا شرکت کننده میتونن توی 100 روز آینده اینجا دوام بیارن یا نه. اونا تا حالا همدیگه رو توی عمرشون ندیدن. بیلی ایشون سوزی هستن و سلام. سوزی ایشون بیلی هستن. خوشبختم. بیلی سلام، هستم. منم خوشبختم. اگه شما دوتا بتونین تا 100 روز آینده اینجا بمونین، صاحب $500,000 پول نقد توی این صندوق میشین. خیلیه. اما اگه یه نفرتون قبل از 100 روز انصراف بده، به هیچ کدومتون یه پاپاسی هم نمیرسه. گمونم همه قوانین چالش رو بهتون گفتم. خوش بگذره. باشه، خدافظ. عجب چالشی بشه. مثلا یه تابستون اون تو باش. خب بدک نیست. شبیه اتاق انفرادی تیمارستانه مثل بز اخفش دارن این ور اون ور رو نگاه میکنن. توی اتاق به اندازه 100 روز غذای سالم هست، اما فقط یکی دو مدله و همش مجبورن غذای تکراری بخورن. همون مدتشویی هم توی اتاقه و مسلماً برای حفظ حریم خصوصیشون هیچ دوربینی اونجا نیست. 2 تا تخت خواب راحت دارن و چیزی که برای 100 روز زندگی لازم هم هست. مهم اینه که به کارشون میاد یا نه. یه شونم گذاشته. من حتی یه بارم موامو شونه نکردم. یعنی چی؟ تابلو. یکی این طرف اتاق وایساده، یکی هم اون طرف. انگار خیلی مهذبن، چون اولین باری که همدیگه رو دیدن همون موقعی بود که بهشون گفتم چشمنداشون رو بردارن. یکم سخت بوده. از الان دارم به اون روزی فکر میکنم که از اینجا میریم بیرون. واقعا یعنی اون موقع چه حسی داریم؟ 100 شب بخوابیم تموم. آره فقط 100 شبه. ولی خب نمیدونیم اون بیرون داره چه اتفاقی میفته. راستش این خیلی منو میترسونه. نکته جالب این چالش اینه که وقتی توی سلول انفرادی هستی زمان از دستت میره و حتی نمیدونی ساعت چنده. برای همین شب اول سوزی و بیلی اشتباه کردن و فقط 2 ساعت خوابیدن. یعنی روز دوم از ساعت 2:37 نصف شب شروع کردن. دارم سعی میکنم یه جورایی به این وضع عادت کنم. خب غذاشی بخوریم. گوش دوست داری یا مرغ؟ مرغ. بابا مرغم خوبه. حالا من خورد. خوبه که بد نیست. خوبه. چیش همونطور بله. که میبینین زندگی توی اتاق سفید خالی واقعا حوصله سربره، خصوصا که مجبور باشی غذای تکراری هم بخوری. کلا سلول انفرادی 2 حالت بیشتر نداره، یا باید از دست روشنایی یه جا قایم اینجا بشی، خیلی روشنه. مجبور شدیم اینا رو بندازیم رومون که جلوی نور رو بگیره. یا به هر چیزی متوسل بشی که حوصله سر نره. مثلا روز 4 با برگه‌های دفترشون کارت درست کردن تا ورق بازی کنن. چی درست کردن؟ کارت؟ خیلی خوب، دست کارتای من تموم شد. به نظرم خوب از آب در اومدم. از حق نگذریم، واقعا سرگرم کننده بود. پس منم کنارشون روی صندلی $10,000 نشستم، از بازی لذت بردم. روز 5 برگه حضور درست کردن که راستشو بخواین ترفند باحالی بود. این دیگه باید چیه؟ برگه حضور ما رو امضا کنین. این اسم فیلم برداره آره، بود. هر دوشون امروز اومدن. وایسا ببینم. مجبورشون کردین روز و ساعت ساعت هم بزنن تا چیزی تاریخ نیست. دستت باشه. خب شرمنده، ولی باید اینو به خودم نه ببرم. کار خودم مرا چی نوشتمشون. فرض کردی؟ واقعا ترفند هوشمندانه ای بود. البته هوششون زیاد دووم نیاورد و از روز هفتم به بعد کم کم مشاعرشون رو از دست دادن. بیلی رد داده. داره کنسروا رو هدف میکنه. آره سبزیجات باید آدم بشن. 5 تا پرتاب دیگه. قد حوصله‌اش یه بار کافی سر بود. رفته. بیا فلنگو ببندیم. باورم نمیشد روز 9 انقدر از چالش خسته شده باشن که خودشون در خروجی رو باز کنن. اگه از خط قرمز رد میشدن $500,000 هوتوتو میشد. و تازه روز 9 بود. امروز روز 10. راحتی نولان؟ آره. و من یه پیشنهاد عالی براشون اول دارم. بگو بعد راه بیفت. ظاهرا بیلی و سوسی پولاشون رو تقسیم کردن. 250,000 تا این طرفه و 250,000 تا اون طرف، تا یادشون نره که برای چی اومدن اینجا. این دم و دستگاه من یاد فیلم ها میندازه. اوضاع چطوره؟ میخوام یه بخش هیجان انگیز چالش رو بهتون نشون بدم. لطفا هر دوتون رو به دیوار وایسین. هیچ کدومشون نمیدونم پشت این دیوار یه دره. ببینیم چی هست. بعد از 10 روز اولین باره که میتونی نور آفتاب رو ببینی. وای، باورم من نمیشه. خوابم یا بیدار. آسمون هر 10 رو روز ببین. براتون یه سورپرایز دارم که ادامه چالش رو آسون تر میکنه، اما اگه میخواینش باید سر کیسه رو شل کنین و پولش رو رد کنین بیاد. برای اولین پیشنهاد یه آشپز اختصاصی در اختیارتون میذارم که تا آخر چالش هر غذایی بخواین درست میکنه، اونم در ازای $50,000. قبل از اینکه تصمیم بگیرین حاضرین بابتش پول بدین یا نه، میتونین غذا رو تست کنین اول. اینا تازه یه چشم از غذاهای نابیه که تا 90 روز آینده میتونین داشته باشی. کیه که اینا رو نخواد؟
اما پولش خیلی زیاده. اصلا نمیخوام بهش فکر کنم. بعد 10 روز کنسرو مرغ خوردن باید هم انقدر ذوق کنن. دلم میخواد فقط به آسمون نگاه کنم. وقتی 10 روز رنگ آفتابو نبینی دلت برای آسمونم تنگ میشه. دلم کباب. الان که این غذا رو خوردم احساس میکنم دیگه نمیتونم کنسرو بخورم. واقعا خیلی سخته. بریم ببینیم میتونیم 50,000 تا ازشون بکنیم یا نه. نمیدونم باید چیکار کنیم. منم خوب بلدن چطوری ما رو دو دل کنن. وای نه. سلام جیمی. خیلی خوب دیگه وقتشه تصمیمتون رو بگیریم. حاضرین 50,000 تا از گلوتون بزنین که تا آخر چالش همچین غذاهایی بخورین؟ آره نه به نظرم صرف نداره. جدی میفرمایید؟ اصلا فکر نمی‌کردم دست رد به غذا بزنید. بابا اینا رو نبرید تموم میشه. دمتون گرم خدا. 10 روز دیگه با پیشنهاد جدید برمیگردم. بالاخره کوتاه میایین. خدایی فکر نمی‌کردم بگین نه. واقعا جا خوردم. خدافظ. خیلی دلم میخواد بدونم پیشنهاد بعدیشون چیه. وای نه. ولی دممون گرم که بهشون گفتیم نه. بزن قدش. حالا که سرآشپزی در کار نیست، من نظر میاد سوزی و بیلی خیلی زود از تصمیمشون پشیمون شدن. بینه پیتی. خیلی جالبه که تو این حالت هم نمیفته. عین سیریش میشسته کف بشقا. روزای بعد برای جفتشون یک جور و یک نواخت گذشت. هر روز از خواب بیدار میشدن، غذا درست میکردن و بعد دوباره میرفتن میخسبیدن. میدونی هرچی بیشتر میگذره بیشتر فکر میکنم که گیره آدم رو مخ افتادم. ببینم با منی؟ بس کی؟ با اینکه کم کم داشتن با هم کنار می اومدن، اما یه چیزی بود که نمیتونستن بهش عادت کنن، اونم روشنایی همیشگی اتاق. از رو روشنایی به دستشویی پناه آوردم چون تنها جاییه که میشه چراغا رو خاموش کرد. خیلی حس خوبی داره که تو تاریکی باشم. ببین آخر شبا واقعا حس میکنم چشمام داره از روشنایی اتاق کور میشه چون اینجا نور خیلی زیاده. و چون خوابیدن براشون زیادی سخت شده بود، یه پیشنهاد عالی برای روز 20 به ذهنم رسید. تبریک میگم، 20% چالش رو انجام دادین. آماده این پیشنهادمو بشنوین؟ پیشنهاد من برای روز 20 اینه: به هر کدومتون یه تخت خواب راحت و هوشمند میدم که روی هم رفته فقط $50,000 براتون خرج برمیداره. تازه این آیپدم بهتون میدم که میتونین باهاش چراغا رو خاموش کنین. آخیش. فقط یه ساعت وقت دارن که ببینن واقعا میخوان $50,000 از پولشون رو برای تخت و دکمه خاموش کردن چراغا بدن یا نه. با این میتونین چراغا رو خاموش کنین. معلومه که میخوایم. از اول چالش تا الان ندیده بودم سوزی انقدر خوشحال بوده باشه. یه بار دیگه چراغا رو روشن میکنم که یادمون بیاد اگه بگیم نه چی میشه. کور شدم. چشام ترکی. پیشنهادمو رو هوا زده. به نظر من میارزه، فقط 10% پولمونه. ببینیم تصمیمشون چیه. خب وقتتون تمومه. اگه قبول کنین دیگه چشمتون از حدقه در نمیاد، ولی اگه ردش کنین حتما کور میشین. اونم برای 80 روز. تخت خوابا رو میخواین یا نه؟ من که همه چیش موافقم. 4 نه 3 غذا چی بهتر بگم؟ بود. هرچی تو بگی قبوله. 2 آره یا نه. نه؟ آره یا نه با تو؟ بالاخره تصمیم چیه؟ نه. خوبه. واقعا میگی که اینطور باشه؟ اصلا توقع این یکی رو نداشتم. نمیدونم شایدم اشتباه کرده باشم. یه اشتباه بزرگ و سنگین. باورم نمیشه همچین چیزی رو رد کردین. فعلا چند روز تنهاتون میذارم. دو تا جای فقط امیدوارم تاریک پشیمون دارم. نشین. خداحافظ. خداحافظ. به نظرم تصمیم درستی گرفتیم، ولی باورم نمیشه لحظه آخر نظرتو عوض کردی. خب از همون موقع تا الان پشیمونم. ولی من نه، اصلا از تصمیمت پشیمون نیستم. کار خوبی کرد. خب امروز برای خودم یه تقویم درست کردم و تولد مامانم رو توش علامت زدم که فکر کنم خیلی بهم سخت بگذره. حوصله‌ام خیلی سر کم رفت. کم داریم به اون درجه میرسیم که همیشه خدا حوصله‌مون سر رفته است. امروز که بیدار شدم حس و حال هیچ کاری رو نداشتم و فقط زل زدم به زمین. دارن افسرده میشن. میخوای با پول چیکار کنی؟ خونه میخرم. قطعا بیشترش بابت خونه میره. چه خوب. من میخوام بدهیای پدر و مادرم رو صاف کنم، اینجوری اوضاعمون رو به راه میشه. روزای بعد مزاحم زندگی یک نواختشون نشدم، ولی تمام مدت حواسم بود دلشون برای چه چیزایی تنگ شده. مثلا روز 24م دیدم دوست دارن یه عطر و طعمی به غذاشون بدن. اگه غذامون یه ادویه گفتی، چیزی داشت دقیقاً. حتما بیشتر از 100 روز میموندم. آره. روز 27م سوزی هوس قهوه کرده. من قبلا همیشه یه لیوان پر قهوه دستم بود ولی اینجا فقط آب دارم. و روز 28م هم بیلی دنبال یه سرگرمی میگشت برای خودش. واسه همین برای روز 30م یه نقشه‌ای کشیدم که ردخور نداشت. امروز روز 30م و باید پیشنهادمو بهشون بدم. سلام چطوری؟ سلام. پیشنهاد امروزم خیلی اوکازیونه. هر کدوم از این 5 وسیله $10,000. میتونین یه تلفن همراه بخرین یا ست کامل کتابای هری پاتر، یه دستگاه قهوه ساز، نمک فلفل، ادویه‌های مختلف برای غذا یا یه مونوپولی. همشون هم $10,000. میتونین یکیشونو بخرین یا هر 5 تاشو. اینطوری که خیلی سخت شد. خب فقط 10 دقیقه وقت دارین دوباره برمیگردم. استرس گرفتم، نمیشه انتخاب کرد. قهوه ساز حتی تصورش هم حالمو خوب میکنه. آره واقعا.
یه ادویه ادویه‌ام برداریم. خیلی چشمک میزنن ولی چیزی که من حتما برمیدارم اینه. هری پاتر دوست ندارم. تو یه ماگلی. قهوه خیلی خوبه، هر روز صبح شارژمون میکنه. من فکرمو کردم. وقت انتخابه. مونوپولیو میخواین یا نه؟ نه. پس این ادویه ها رو چطور میخواین؟ نه. قهوه سازو یه میخرید؟ شکرم روش هست؟ اگه تو 3 ثانیه بگی آره هست. آره. بسیار خوب. جونم قهوه. سری کتابای هری پاتر رو چطور؟ آره. نمیفهمم کتاب هری پاتر. خب اگه هری پاتر فنه خونده میدونه کتابا چیه داستانشون دیگه، چرا $10,000 باید بده؟ تلفن همراه چی؟ نه. بالاخره مجبورتون کردیم یه چیزی بخرید. خیالم راحت شد. معامله خوبی بود بابت واقعا. پیشنهادت ممنون. باورم نمیشه این قهوه ساز انقدر دارم ما خورده بعد باشه. 30 روز بالاخره یه چیز جدید داریم. حس خوبی دارم. بالاخره کوتاه اومدی. طبقه بالاش کمده، طبقه پایینش کتابخونه است. کتابا رو که بخونم چالش تمومه. هنوز $480,000 هم داریم. همه چی ردیفه. روزای بعد هیچ اتفاق خاصی نیفتاد. پس این غذا چی شد زن؟ چشم عباس بخش آقا. جالبش اینجا بود که روز 34ام برقای سلول به خاطر طوفان آیدالیا رفت. چی شد؟ اینا دیگه چرا خاموش و شد؟ طبیعتا بعدش دوربینامون هم از کار افتادن. پس میریم سراغ روز 39. چه خبره؟ سلام. 5 روز این بدبختا تو تاریکی بودن. یزیدی. سلام. میدونم اوضاع اینجا اصلا خوب نیست. شرمنده که اینقدر طول کشید. صبر کنید. نه روشن. اینم از برقا. چرا اینقدر لفتش داد؟ دوباره میتونین قهوه درست کنین، غذا بپزین و دوش آب گرم. خدا رو شکر. فردا با یه سورپرایز خیلی برمیگردم. مالی. هورا برقا اومد، بالاخره همه جا روشن شد. انگار زنده شدم. برقا دوباره اومد. امروز غذا گرم خوردم و دوشم گرفتم. بالاخره همه چی برگشت سر جای خودش. امروز روز 40. میتونم بیام تو؟ بیا تو. این تلویزیون رو رایگان بهتون اهدا میکنم، اما هر فیلمی که انتخاب میکنین باید $10,000 بابتش بیاین بالا. یه ساعت وقت دارین تصمیم بگیرین، پس خوب فکر باورم کنین. نمیشه این همه فیلم آوردن. ببینم به نظرتون این شبیه نولان نیست؟ سوزی و بیلی رو تنها گذاشتیم تا خودشون تصمیم بگیرن و بعدا نتیجه رو بگن، اما انگار خیلی هم خوششون چطور بابت همشون $10,000 تا بدیم؟ بلند مگه اومدی سمساری؟ نه. دیگه میتونی بیای اینجا چون ما فکرامونو کردیم و تصمیممونم گرفتیم. من اومدم. نهایتا میتونین یکی بخرین، دوتا ببرین. فروشنده نیستی. خیلی خب بچه‌ها بیاین تو، اینا رو بردارین ببرین. عوضش این پیشمون میمونه. منطقی بود کارش. گذاشتم تلویزیون تو اتاقشون بمونه تا سوزی و بیلی هر بار با دیدنش فشار بخورن، اما یکم که گذشت دیدم اونه که باید فشار بخوره. آنتن منم. تلویزیون جنسش فلزیه. پس سیم این چراغو قطع میکنیم. حالا با چاقو اینطوری سیمو لخت میکنیم. بعدش وصلش میکنیم به فیش تلویزیون. ببینیم جواب میده یا نه. هرچی باشه مهم نیست، حتی روز بقا. اوه، چی شد؟ 7 تا کانال دیجیتال پیدا جدا کرده. میشه؟ خدا کنه کار کنه. پشمو. برگم باورم نمیشه. بیلی فعلا تنها چیزی که میتونیم نگاه کنیم مسابقه اتومبیل رانیه. تو عمرم یه بارم نگاش بیلی نکردم. دوم شد. اما امروز متحول شدم. چقدر این مسابقه خوبه. گنج پیدا دیگه اصلا کردم. متوجه گذر زمان نمیشم. سوزی راست میگفت، چون 6 روز آینده چشمشون فقط توی تلویزیون بود. حالا که تلویزیون داریم کمتر زجر میکشیم. زندگی طبق روال عادی پیش میره. فردا تولد مامانمه و با اینکه نمیتونم پیشش باشم دارم براش با چیزایی که دارم یه کادوی کوچولو درست میکنم. درسته که از مغازه نخریدمش اما بابتش پول خوبی دادم. فردا روز 50 و میخوام با دستمال توالت اتاقو تزیین کنم و با بیلی تولد بگیرم. امروز روز 5. وای. فکر میکنی سورپرایزتون امروز چی باشه؟ نمیدونم، خودت بگو. این یکی با بقیه خیلی فرق داره. خب پیشنهاد روز 5 اینه که در ازای دیدن خانواده‌تون باید $20,000 بیاین بالا. همشون توی اتاق کناریان و از طریق دوربینا شما رو دارن میبینن. سلام، دلم براتون تنگ شده. دوستتون دارم. 10 دقیقه دیگه میام بالا سرتون تا ببینم تصمیمتون چیه. خوب فکر کنید. فقط 10 دقیقه. خب دیگه معلومه چه تصمیمی میگیریم. نظر تو چیه؟ وای خدا. این تنها فرصتمونه که تا قبل از تموم شدن چالش خانواده‌مون رو ببینیم. به نظر من که حتی نباید روش فکر کرد. بازم خود دانی. بالاخره $20,000 تا رو به جفتمون بدیم. معلومه که دلم واسه خانوادم لک زده. میخوام ببینمش. اون سری گفت آره عمو دخترم شک مامان داره. بابا شما بگین چی کار کنم. خیلی خوب، جوری تکلیف بگم؟ چیه؟ به چه نتیجه‌ای رسیدین دوستان؟ بیلی که از همون اولم تا موافق. گفتی گفتم آره. فقط 10 ثانیه وقت دارین. آخه امروز تولد مامانم هم هست، پس قبوله. اول $20,000 رو بدین تا برم بیارم. این $10,000 قطعا ارزششو داره. بسیار خوب، $20,000 رو دادن، میتونین بیاین. خیلی است خوبی داره.
حقشون گناه داشتم برات کاده تولد درست کردم. بدون کیک تولد که نمیشه جشن گرفت، پس بفرمایید. عزیزم بله. ممنونم. این جشن تولد تا آخر عمر یادش کن میمونه. پدر و مادر واقعا از اون نعمتاییه که تا وقتی داریش نمیفهمید چقدر با ارزشه. خداحافظ. دوستتون دارم. حس خیلی بدی پیدا کردم. بعد از اون همه بگو بخند، حالا دوباره باید تو این دخمه تنها بمونیم. ای بابا. همونطور که قبلا هم گفتم چیزایی که هر 10 روز بهشون پیشنهاد میدیم بر اساس حرفای خودشون و وسایلی که لازم دارن. پس وقتی سوزی همچین حرفی میزنه، الان تنها پیشنهادی که دست رد بهش نمیزنم یه ماشین تسلا. دستم میاد که برای دفعه بعد باید با چه پیشنهادی برم سراغشون. سلام، چطوری؟ سلام. ممنون. خب بریم سر اصل مطلب. براتون یه جعبه شانس بزرگ آوردم. خب حاضرین $50,000 از پولتون رو رد کنید بیاد تا چیزی که تو این جعبه است رو داشته باشین؟ جایزش میتونه یه چیز خفن باشه یا یه ضد ها. باشه. یه ساعت دیگه نظرتون حتما رو بگین. روش فکر میکنیم. باید بگیم 59 دقیقه دیگه مونده. حسم میگه بخریمش. منم گمونم ارزششو داره. اگه یه چیز حسابی باشه و ما ردش کنیم چی؟ امکان داره یه ماشین باشه. بعید نیست. البته باید سویچ ماشین باشه. قطعا قیمتش به اندازه پولی که میدیم نیست. راست میگه، تقریبا 3 برابرشه. الان دیگه حس خوبی نسبت بهش ندارم واقعا. پس میگیم نه. مطمئنی؟ آره اگه نمیخوای میگیم نه. فقط میدونم که امکان نداره بهمون ماشین بدن. چرا بگی داره؟ آره. به نظرم میتونه هر چیزی باشه ولی قبولش نمیکنه. ولی انگار توقع داری من بگم آره. وقت انتخابه. خیلی خوب، باز 50,000 تا بدین تا چیزی که توی این جعبه است رو داشته باشین. میدین یا نه؟ نه. مطمئنی؟ ببینم نظر تو چیه؟ منم میگم نه. جدی؟ آره. باورم نمیشه همچین چیزی از کفتون رفت. میخواین درش رو باز کنی؟ آره. خب داخل جعبه $50,000 پول بود که پولتون رو جبران میکرد. حالا این دسته اسکناس رو بردارین ببینید زیرش چیه. و اینجا هم یه کارت کلید تسلا برای تو و یه کارت کلید تسلا هم برای تو بود. دلم براتون کباب شد. میتونستن هم پولشون رو زنده کنن هم یه تسلای خوشگل برنده بشن. وای دلم میخواد گریه کنم. درشو ببند دیگه. رویام به فنا. خیلی خب دیگه برو بیرون ببینم. اینم بذار سر جاش. خداحافظ. حس میکنم قشنگ تیر سوختم خوردم. ها. بیلی تسلا توی مشتمون بود. با این انتخابمون رسما گند زدیم. من که تا ابد حسرتشو میخورم. آره. فشارم میخورم رویام جلو چشم پرپر شد. آره. من دلم پریوس میخواد. اینو دارین میگیرین دیگه. بعد از اینکه دست رد به همچین عروسکی زدن، سوزی 9 روز داشت بابت تسلای برباد رفتش خودخوری میکرد. دیگه مثبت فکر کردنم ته کشیده. حتی نمیتونم مثل آدم بخوابم. اینقدر فکر کردم حالت هوا گرفتم. حس گندی دارم. مهم نیست براش بسره. سوزی زیادی سخت میگیره. و برای جبرانش فکر کنم پیشنهاد بعدیم از همه اینا بهتر باشه. 70 روز گذشت. امروز روز مهمیه چون میخوام پیشنهاد آخر رو بدم. چرا آخر؟ چون روز 80 ما خودتون میگیم فقط 20 روز مونده و روز 90 دیگه کی دلش میاد بخواد پول خرج کنه؟ مگه دقیقاً. نه؟ بذارین درو باز خدا کنم. رحم. شرط میبندم یکی رو قبول میکنین. هر چی اینجا میبینین مجموع تمام پیشنهادایی که دفعه قبلی رد کردین. قبل اینکه قیمتشو بگم همه رو آوردم داخل اتاق تا دیگه واسه قبول کردنش دو دل نباشی. نالان بذارش کنار تلویزیون عزیزم. بعد میگه چرا انقدر من اذیت میکنی؟ ببین کارادا. تختم اگه آوردم. بگی نه مجبوریم همه اینا رو ببریم بیرون. خب با همون راه بیاین دیگه یکم. چیزایی که این بار گیرتون میاد 2 تا تخت خواب $30,000 با یه جعبه شانس جدید. این یکی دیگه $50,000 نداره. یه چیز دیگه توشه. حتما 25,000 تاست. یه گوشی برای هر کدومتون، ادویه به مقدار لازم و مونوپولی، ست کامل تمام فیلمایی که میشناسین و در آخر آشپزی که دست رد به سینه‌اش زد. وای منو این همه خوشبختی یه دلی از ازاد در میاد. یادتونه چه دستپختی داشت؟ چیکن آلفردوش امتحان کنین. دهنم آب افتاد. حالا وقتشه ببینین برای همه اینا چقدر باید بدین. پشت این پرده یه عدد وجود داره. اگه پیشنهادتون بالاتر از رقم ما باشه، همه‌شو تا آخر چالش بهتون میدیم. اما اگه فقط $1 یا حتی 2000 پایین‌تر بگین، هیچی بهتون نمیرسه. یه ساعت بهتون وقت میدم که خوب فکر ببینیم کنید. اگه الکی مبلغو پایین داده باشن که ما بگیم $150,000 چی؟ به نظرم دیگه کم کم باید 75,000 تا باشه. رقم خودشون حتما بالای 100,000 تاست. اون فکر کنم باید کمتر از اینا باشه چون نمیخوان دوباره نبشنون. اینم هست. اما حاضری دوباره اینا رو رد کنی؟ تو این مدت که دارن تصمیم میگیرن، میخوام راجع به شاپاپ بهتون بگم. با شاپاپ میتونید به راحتی با گوشیتون خرید انجام بدین. تمام امکاناتش هم رایگانه. ایران نمیشه اول می‌بینی استفاده شما چی کرد. دوست دارین و بعد چیزی رو بهتون پیشنهاد میده که برای عاشق خارجی. یکی خیلی خطریه چون بقیه چیزا مثل تخت خواب و فیلم‌ها رو میدونیم چیه ولی این یکی رو نه. حس میکنم هر چی که توش باشه میخوام. عین هندونه دربسته میمونه.
سلام. و هر وقت خواستین چیزی بخرین میتونین با یک کلیک از ویدیو رو طریق لایک شاپ کنید فروش شما به پرداخت. درد ما نظر من اینه 80101 چون امروز روز 70مه و ما دیگه نمیخوایم به روزهای قبل برگردیم. میدونم چی میگی ولی خب فکر کن به خاطر یه حدس اشتباه همه چی رو از دست بدی. میدونم. من که خیلی دلم میسوزه. شاپاپ تمام خریداتون رو رهگیری میکنه، پس حتی روزهای تعطیل ویدیو هم رو لایک می‌بینین که کنید، به کانال دستتون رو ساب میرسه. 100,101 موافقم اینطوری ضرر نمیکنه. بزن قدش. همین خوبه دیگه پرده واقعا رو بکش. مطمئنی؟ آره خوبه. پس بندازش. خدا کنه بذارین ببرین. هوش مصنوعی شاپاپ میلیون ها محصول فروشگاه رو بررسی کنه تا بهترین پیشنهادو برای هدیه تعطیلات پیش رو بهتون بده. وقتتون تمومه. حدستون چیه؟ بذار ببینم. یه لحظه وایسا. همین الان برین شاپاپ آقا رو دانلود بیخیال، کنین. کامل نمیشه. توضیح ما دادم که ایرانی‌ها چه نمیتونیم مزایایی استفاده داره. کنیم. یه اپلیکیشن عالی و کاربردیه. خیلی خوب. پیشنهادتون چیه؟ اگه $1 کمتر باشه هیچی به هیچیا بگم. 100,101 دلار. چنده؟ مبلغو نشون بده. $30,000 گرونتر بود. بزن قدش. گلم 30,000 تا بیشتر گفتی. اصلا مهم نیست. باحال‌ترین کاری بود که این مدت انجام دادیم. خدایا و توی این جعبه شانسی که گفتم با قبلی فرق داره 2 تا تسلا کوچولو بود. من که دوستش دارم. من با شاپاپ کوچولو همکاری دارم. کردم تا برای تعطیلات کلی هدیه هیجان انگیز به تا مردم لینک این ویدیو رو تا برای این ویدیو بیشتر دوستاتون راجبش بفرستید. توضیح اتاقمون رسما از این رو به اون رو شده. انگار دارم خواب میبینم. کلی کار داریم که باید انجام بدیم. سرمون خیلی شلوغه. این دفعه حسابی سود در کرد. کل خیلی بیشتر از $100,000 میارزه. ممکنه به خودتون بگین چالش تموم شده اما شاید یکیشون هیچی گیرش نیاد. تا روز 99 صبر کنید تا بفهمین منظورم چیه. من که از الان منتظرم. احتمالاً فکر می‌کنید با وجود این همه خرت و پرت اوضاعشون خیلی خوب شده. اما در کمال تعجب برعکس چیزی که تصور می‌کنین اتفاق افتاد. به محض اینکه پامو از اینجا بیرون بذارم اولین کاری که میکنم اینه که دوش آب گرم میگیرم. مخصوصا آب گرم اینجا خیلی زود تموم میشه و بیلی همیشه قبل از من دوش میگیره. الان تقریبا چند ماهه که فقط دارم با آب سرد دوش میگیرم. یه روز در میونش کنید. خوب تقریبا 7 روزه که داریم مونوپولی بازی میکنیم و سوزی هر دفعه بازی رو به هم زده چون از بازی فکری متنفره. نظرت چیه که 3 روز همه چی رو تعطیل کنیم و هرچی فیلم اینجاست رو یا ببینیم؟ در حال کتاب خوندن یا فیلم دیدن. امشب قراره تا صبح فیلم ببینیم. وقتی هم که بهش میگم میشه بازی رو تموم کنی میگه آره حتما، اما هیچ وقت این اتفاق نمیفته. انگار اصلا نمیتونه تمرکز کنه. موافقی امشب فیلم یادداشت رو نگاه کنیم؟ نه نمیخوام فیلم یادداشت رو تماشا کنم. الان 25 دقیقه است که داریم فیلم انتخاب میکنیم. سوزی گفتی میخوای بری چیکار کنی؟ دوش بگیرم. داره دعواشون تقریبا همیشه با من همین کارو میکنه. خب بیلی داره دور خودش میچرخه. هر روز صبح همینه. زیادی انرژی داره و اصلا هم یه جا بند نمیشه. مجبورم بیام اینجا چون جای دیگه ای ندارم که برم. دلم میخواد پارتی بگیرم. بیلی ساعت 3 نصف آره شبه. اما باید یه تکونی به خودت بدی. بیخیال. یکی منو نجات بده. خیلی رو مخی. دیوونه شدن دیگه. یه دست مونوپولی بزنی؟ نه. میدونی تاسش کجاست؟ آره. قایمش کردم چون دائم گیر میدی بیا بازی کنیم. اگه تاسش جلوی چشمت نباشه دیگه نمیری روی مخم. عجیبی می‌کنه. چقدر انگشتات درازه. حالم بد شد. الان میان میخورنت. ای، یکی منو نجات بده. من دیگه نمیتونم. با اینکه ده دیگه روز نمیتونستن مونده. با هم دیگه کنار بیان اما هرچی به انتهای چالش 8 نزدیک میشدن اختلافا رو کنار میذاشتن و روز شماری 5 میکردن. 4 روز مونده. 3 و بیلی خب امروز دیگه دیل تو دلش نبود که از شر سوزی خلاص شه. داشتم حرف میزدم. خیلی خب امروز روز 99 راستشو بخواین برای من که قد یه سال طول کشید. نمیدونم اونا چه حسی دارن. یه بار دیگه مسواک بزنم چالش تمومه. نمیشه. فقط 24 ساعت مونده. یعنی اینقدر؟ آره خب این لحظه ای که برای اولین بار همدیگر رو دیدین و چالش شروع شد. وای خدای من. چقدر خانومه چاق شده. آقای فقط ریش در آوردش فرق نمیکنه. سوزی ای افتاده. چقدر واقعا داغون منم احساس میکنم اون موقع خیلی جوان‌تر بودم. بیاین تو آقایون دقیقاً بذارینش بالای ای در. خدا بالاخره. از الان دقیقاً 24 ساعت به پایان چالش مونده. راست یادتون نره فردا یه بازی باحال دارینا. دیگه یعنی دارم بازم میتونن میترسم. با هم دوست باشن؟ بستگی به جوابی که فردا میدن داره. شاید میخوان پولو 2 برابر کنن یا هیچی نداره. حتی یک کلمه هم راجبش حرف چیزی به نزن. ذهنم آره. نمیرسه. و همینطور که به شب آخر چالش نزدیک میشدیم وقتش بود بهشون یه فرصت استثنایی بدیم تا پولشون رو 2 برابر کنن. سلام آقایون.
چقدر شلوغه. اینجا چه خبره؟ نمیدونم. مراقب باش. دلم میخواد کمکتون کنم ولی نمیتونم. دارن همه چیزو میبرن. میدونین اینا چیه؟ همون چشمندایی که روز اول بهمون دادین. چه خوب که آره یادته. انگار همین دیروز بود. لطفاً هر دوتاتون این چشمندا رو بزنید. ببینم میخوان پولشون رو 2 برابر کنن یا نه. درو باز کن. وای خدا قلبم داره از ذهنم میاد بیرون. 100 روز پیش همدیگه رو نمیشناختن و تا یه ساعت پیش دوستای جونجونی هم بودن. میتونن دشمن خونی هم دیگه هم باشن یا نه. بیری سوزی چشمنداتون رو بردارین. اتفاق خوبی خب احتمالاً الان فهمیدین که باید چی کار کنید. هر کدومتون 2 تا انتخاب دارین. اگه جفتتون دکمه شراکت رو بزنین پول بینتون تقسیم میشه. برکی سهم خودش رو برمیداره. ولی اگه غارت رو بزنین پول نفر مقابلتون هم برای شما میشه. و اگه جفتتون غارت رو بزنین هیچی بهتون نمیرسه. آدم بدی سوزی نباش. الان گوشگیر میذاره و نویز اطرافم با هدفون حذف میشه. دیگه صدامون رو نمیشنوه. خب تو میخوای چیکار کنی؟ راستش اصلا نمیدونم. یعنی سوزی چی؟ اگه غارتو بزنی نمیدونم چی بگم. نکن. اگه یکی $180,000 شما رو بدزده چی بهش شاید تو میگی؟ دکمه رو زودتر بزنی و مال تو بشه. منطقیه. شنیدین چی گفت؟ از بیلی بعید نیست. شاید غارت رو بزنه. خیلی خب حالا هدفون رو بذار روی گوشش. اگه بیلی به ما گفته باشه فکر کردن نداره که پای کلی پول وسطه اون وقت دیگه باهاش حرف این نمیزنم. مدت خوب با هم عیق شده بودیم. که چی؟ نمیشه آدم رو شناخت. ولی وقتی جفتتون توی شرایطین و همچین چالش سختی و میگذرونین درستش اینه که پولو نصف کنین. داری بهم استرس میدی. خب منم ممکنه غارت رو بزنم. چی؟ اون الان چی گفت؟ بالاخره ممکنه هر کسی این فکر به سرش بزنه دیگه چه اگه میدونم. جفتشون دکمه غارت رو بزنن یعنی اینکه 100 روز بعد وقتی کشیدن توی سلول انفرادی همش هیچ و پوچ. 30 ثانیه دیگه چالش تموم میشه و ازتون میخوام توی ثانیه آخر تصمیم خودتون رو بگیرید. میخواین با $360,000 برگردین خونه یا با نصفش؟ هیچ کس حرف نزنه. کارل کریس شما هم ساکت باشید. مطمئنم سوزی پولو تقسیم میکنه اما تصور اینکه با $360,000 برگردم خونه واقعا وسوسه میکنه. کم پولی نیست. میخواین پولو تقسیم کنین یا حقیقت بدزدین؟ اینه که وقتی چالش شروع شد میدونستم که قطعا دوران سختی رو با پشت اونم سر خانواده میذارن داره. ولی در نهایت از پسشون بر اومدم. و ارزش صبرم خیلی بیشتر. نه ولمون کن. اگه رنگ اتاق قرمز بشه یعنی یه نفر غارت رو زده و اگه سبز بشه یعنی پول بینتون تقسیم میشه. جفتتون شراکت رو زدین. بهتون تبریک میگم. بفرمایید اینم خدمت شما. میتونید برید بیرون. همونطور که قبلا گفتم حتما شاپاپو دانلود کنید. مستر بیست داره تبلیغ میکنه. ممنون که این ویدیو رو دیدین. از این ویدیوها خیلی داریم مقادیر کلی بیاد. کانال رو سابسکرایب کنید. لینک کانال رو برای دوستاتون بفرستین. هدفمون اینه که هر روز براتون ویدیو دوبله بذاریم از بهترین یوتیوبرهای دنیا. ممنون. آخر ویدیو خداحافظ.